برنامه ریزی، چیزی که 99% آدما براش دفتر و اپلیکیشن دارن اما هنوز سردرگمن. در حالی که صدها سال قبل سامورایی ها با یک دفترچه چوبی ساده راهشون رو میدونستن، شفاف، دقیق و بدون ذره‌ای تردید. اگه تو هم وسط این همه هدف و کار ناتموم گیر کردی، امروز میبرمت به دنیای برنامه‌ریزی سامورایی ها. دنیایی که توش ابهام مساوی شکست و وضوح مساوی قدرته. چرا بیشتر برنامه‌ریزی‌ها شکست میخورن؟ حتما این صحنه رو دیدی. میشینی پشت میز، یه دفتر برنامه‌ریزی نو، یه خودکار خوشگل، صفحه اول مینویسی از فردا زندگیمو عوض میکنم. بعد شروع میکنی به نوشتن 10 هدف، ورزش کنم، زبان بخونم، پولدار بشم، زود بیدار شم، درس بخونم و از این جور کارا. اما چند روز بعد دفتر بسته میشه، کارا عقب میافتن و حس شکست برمیگرده. حالا دقیقاً چرا این اتفاق میافته؟ چرا برنامه‌ریزی خیلی ها فقط هیجان ابتدای دفتر و نه یه نقشه واقعی برای حرکت؟ دلیل اول اینه که هدفها شفاف نیستند، فقط آرزو هستند، نه برنامه. ما می نویسیم میخوام موفق بشم یا پول زیاد داشته باشم، اما مغز با این کلمات کاری نمیکنه، چون نمیفهمه موفقیت یعنی چی، چقدر، کی، چطور. نتیجهش این میشه که ذهن سردرگم میشه، انگیزه میخوابه و هیچ کاری شروع نمیشه. به عنوان مثال میگی میخوام سالمتر بشم، اما برنامه درست اینه هر روز 20 دقیقه پیاده روی تا عید 3 کیلو وزن کم کنم. دلیل دوم اینه که برنامه‌ها بیش از حد شلوغن، بدون اولویت. یه نگاه به دفتر خیلیا بنداز، 15 تا کار برای یه روز نوشته شده. ذهن ما سامورایی نیست که با 15 دشمن در یه لحظه بجنگه. نتیجهش این میشه که یا فلج میشی یا همه کارا نیمه کاره میمونه. وقتی همه چیز مهم باشه، هیچ چیز مهم نیست. برنامه ریزی یعنی انتخاب جنگ‌های درست. دلیل سوم وابستگی به انگیزه، نه انضباط. ما تا زمانی که حال داشته باشیم برنامه رو انجام میدیم، ولی انگیزه مثل باتریه، تموم میشه. سامورایی‌ها هیچ وقت منتظر حس خوب نمیموندن. کاری رو انجام میدادن چون باید انجام میشد. مثلا میگی میخواستم زبان بخونم اما اون روز حوصله نداشتم. در دنیای سامورایی‌ها نبود حوصله مساوی حذف از مسیر. دلیل چهارم برنامه نویسی فقط نوشتنه، نه اجرا و تحلیل. خیلی فقط می نویسن اما هیچ وقت بررسی نمی کنن آیا انجام شد یا نه. چرا؟ بدون بازبینی شبانه برنامه ریزی میشه فقط خیال بافی قشنگ. نوشتن برنامه شروع سفره، نه پایانش. دلیل پنجم زندگیشون پر از چیزای اضافه است. ذهن شلوغ، اتاق شلوغ، گوشی پر از نوتیفیکیشن، آدمای منفی اطراف. اینا مثل دشمنای نامرئی که تمرکز رو ذره ذره میکشن. سامورایی‌ها قبل از شمشیر زدن اول چشماشون رو آروم میکردن. ما حتی 1 دقیقه بدون گوشی نمیتونیم نفس بکشیم. حقیقت اینه که بیشتر برنامه‌ریزی‌ها شکست می‌خورن چون ما جنگ رو با شمشیر کند، ذهن گیج و نقشه پر از علاقه‌ها شروع می‌کنیم. سامورایی‌ها قبل از حرکت فقط یک کار می‌کردن، مسیر رو واضح می‌کردن و این نقطه آغاز قدرت بود. سامورایی‌ها هر روز صبح قبل از طلوع خورشید فقط یه سوال می‌پرسیدن: امروز چی باید انجام بدم که اگه بمیرم حسرت نخورم؟ ایکیگای یعنی دلیل زنده بودن. هر برنامه از اینجا شروع میشه. سیری یعنی حذف اضافه ها. سامورایی چیزایی که ربطی به مسیر نداشت و میبرید، مثل شمشیر زدن واقعی. بوشیدو یعنی نظم شدید حتی وقتی انگیزه‌ای در کار نیست. کایزن یعنی پیشرفت کوچک اما مداوم. نه تلاش دیوانه‌وار، فقط حرکت‌های کوچیک بی‌وقفه. 4 روش سامورایی‌ها برای برنامه‌ریزی چیه؟ اولیش نوشتن با وضوح مرگه.
مثال، هدف مبهم اینه که پولدار بشم. اما هدف شفاف سامورایی اینجوریه: تا 3 ماه آینده 5 میلیون تومان درآمد از فلان مهارت با X ساعت تمرین و Y پروژه. دومیش تقسیم شمشیریه. هر هدف رو با یه ضربه میشکنی. سالو به ماه، ماهو به هفته و هفته رو به امروز. اگه امروز انجام ندم کل مسیر عقب میفته یا نه؟ این سوال تعیین میکنه چی مهمه. قانون 3 وظیفه جنگجو. سامورایی فقط 3 کار حیاتی در روز می نوشتن، نه 15 کار. کارایی که اگه فقط همون 3 تا رو انجام بدی روزت پیروزه. بازبینی هنگام غروب. هر شب مثل سامورایی‌هایی که زخم شمشیر رو بررسی می‌کردن، ما هم می‌پرسیم امروز موفق بودم؟ چرا؟ چرا نه؟ بدون این مرحله برنامه ریزی مساویه با خیال بافی. بذار یه مثال واقعی برات بزنم. چجوری یه هدف مبهم رو به برنامه سامورایی تبدیل کنیم؟ مثلا شخصی میخواد یوتیوبر بشه ولی نمیدونه از کجا شروع کنه. ایکیگایش میشه چرا میخوام تولید محتوا کنم. هدف 3 ماهه شفافش میشه 10 ویدیو، 15 سابسکرایب. تقسیم شمشیریش میشه هر هفته 2 اسکریپت و 1 ضبط. هر روز 2 ساعت یادگیری و 1 ساعت تمرین ادیت. 3 تا وظیفه روزانش میشه نوشتن، ضبط، یادگیری. بازبینی ازگاهش میشه چه چیزی امروز جلوی پیشرفتم رو گرفت. برنامه ریزی هنر پر کردن دفتر نیست. هنر روشن کردن مسیر زندگیه. سامورایی‌ها یادمون دادن که شجاعت واقعی در شمشیر نیست، در وضوحه. از امروز اهدافتو شفاف بنویس. تیکه تیکش کن. فقط 3 کار اصلی در روز انجام بده و هر شب خودتو قضاوت کن. اگه این کارو بکنی، نیازی نیست جنگجویی باشی که شمشیر داره. تو خود شمشیر میشی. اگه این ویدیو رو دوست داشتی، لایک و سابسکرایب یادت نره.